راسکول میفخرد که با پوست همکاری میکند. جنابان خوش آمدید. مرا با مهمانانم تنها گذارید. سرکان دست بسیار پرقوت می نماید. با رفیقان هم صحبت شدم جناب مته. گفتند که با شما همکاری کردن برایشان مایه افتخار است. وقتی که در وظیفه بودم مرا دستگیری کرده بودید که فراموش کردن نمیتوانم. تو را به یاد آوردم. سرکان جون کسی که تربیه دولت را گرفته باشد بسیار فرق می کند. انا این نمونه وفاست. جناب مرا شرفمند کردید. پیش از اجرای وظیفه با من گوید که از ما چی میخواهید؟ این آدمی کاردان است. وظیفه زیب است. بسیار خوب. شما را دوست داشتم. رفیقان سراسیمه نشوید. وقتش که آمد به تشویش هم صحبت می شویم. حاضر باشد از شما تنها صداقت را خواهم. اگر شما به من این را دهید من به شما وفایی را نشان میدیم که دولت نشان نداده است. ذره شبهه نکنید جناب. من به رفیقانم کفیل می شوم. تا عوض شدن شرط ها این همه بین ما بماند. برابری به دست آوردن وظیفه دولتی یک جای بسیار کارها را به انجام می رسانیم. باور کنید که بعد از آغوش گرمی دولت آغوش مادر می ایستد. به نزد انادولو می رویم میرن. اول او را خبر میگیریم. اکا خانم انادولو میخواد که به آفیس رود. از اونجا یک چند چیز رو گرفتنی بوده است. لابراتوری را پوره خالی نکردید؟ اکا گلها رو فراموش کرده ایم. در آنها گیاهای نادر بوده است. با او گویید به آفیس نرود. چی گیاهی که نباشد ما یافته میاریم. یگان چیز گفتنی جاهید؟ نه اکا. جاهید اگر تو نگویی من میگویم. اگر گپ داشته باشید گپ زنید. اکا پوسد آدمان پیشینه رو جمع کرده مافیا بازی کرده ایستاده است. با من چه ارهان؟ اکا در مکان شما میکند. با تو چه ارهان؟ لبای محسن. فهما ما زود به آنجا میریم. ارهان تو با بچه ها نزد خانم انادولو برو. محسن جای و مکان شریف را پیدا کرده است. من با جاهید آنجا میروم. خوب شده است اکا. اکا کارهای در بیرژه اجرا شده قانونی نیست؟
با مکانشون رفته چیکار میکنه؟ کار قانونی را با لقب اجرا کرده ایستادند و برای چی در بینای خراب فعالیت دارند. کارها چطور جریان دارند دوستان؟ پول را با طرز دقت جلب کننده روان کرده ایستادم. با یک چند روز دیگر احتیاج دارم. کایزر خبر داد که پایگاه آماده است. باید زود اینجا را ترک کنیم. کارهایت را در آنجا دوام میده اریل. از نو برقرار نمودن سیستم وقت زیاد را میگیرد. در بانک های ترک ایستادن پول خطرناک می باشد. به فکر من پولهایت در پایگاه در امن می شود. باور نمی کنم. کایزر می داند که اینقدر پول را روان کردن بسیار خطر دارد. این طور باشد زودتر حرکت کن. باز کارگر علاوه لازم است استاد؟ حالا در کار نیست جناب. ما با تمام هستیمان کار میکنیم. آفرین. تا روز دوشنبه همه کار با آخر رسد وگرنه نمی باشد. خاطر نشوید. چخیل که بعد داده میسپاریم. فهمو. این طور باشد وقتت رو نمیگیرم. از قفای کارهایت شو. سلامت باشید. خوش راسکل. با تو معقول شد؟ سرعتت بلند است پسر. این روزها را سالهای دراز انتظار بودم. دیگر در من صبر و طاقتم نماند. در میزهای بزرگ آدمان بزرگ پولهای بزرگ را کار میکنند. راسکل ما هم کار میکنیم. الان نگاه کن. میزهای بازی بزرگ آماده ایستاده است. چرا با اینجا آمدید؟ مهمان را پیشواز گرفتند پسند نآمد. چرا آمدی میگویم؟ مهمان را پیشواز گرفتند پسند نآمد میگویند. روزهای نزدیک اینجا درخشان می شود راسکل. راسکل به استانبول برای شیشتن نآمده است. این را انتظار است. با تو وعده میدیم که این همه انتظاریت ارزنده می شود. در اینجا چنان شهرت پیدا میکنم که یگان کسی ناشناخته نمیماند. تلفن راسکل زنگ میزند. با تلفن جواب ده. من پایان را نظارت کرده می آیم. راسکل نه. حسن تو رو میپرسد راسکل. برای چی آمده است؟ میگوید که با تو روبرو صحبت کردن میخواهد. راسکل میآید. انتظار شو. میآید. بیاید. اگر بیاید میبیند. مانده های کار. تشکر. خدا به همه امان یار باد. به لابراتوریا کی می رویم؟ با اکم صحبت کردم. با خانم انادولو بگو نام های گیاه ها رو گوید ما خودمان یافته میاریم گفت.
از کجا یافته میارید؟ ها؟ از کجا؟ خانم این چی نمود گیاه است؟ آیا شما آنها را از جنت جمع آوری کردید؟ بله، از وطن جنتم جمع آوری نمودم. وطن جنت از آن ماست، باز جمع میکنیم. به جمع کردن اجازت نمیدهند. شما مرا نمیفهمید ارهان. تا این وقت من آرزوی چنین روزها را کرده بودم. اگر در لابراتوری مسئله توریوم را حل میکردم، آنها به خاک تبدیل میافتند. از زمین خزینه های گم شده را میبرآوردند. در آفیس ما کشتی بوده است. عباس، من تو را حاضر در جنت وطنم گور میکنم. خانم انادالو، این مسئله رو به من فهمونید؟ گوش کن، من همه جای وطنمان رو گشتم. در کجا چی هست میدونم. این سرزمین صاحبی گیاهایی می باشد که تا حال قیدش وجود ندارد. عالمان حتی خبر ندارند از رستنی های ما. در کجا دیدید؟ جایش را گویید ما رفته میاریم. جمع کرده نمیتوانید، اجازت نمیدهند. برای چی آخر؟ زمین از آن ماست. گویا که از آن ما باشد. تنها بیرقمان پرتو فشان شده ایستاده است. پسرم، ما برای به این زمین ها صاحب شدن عاجز هستیم. کی صاحب بوده است خانم؟ عالمان خارجی همه جای زمینمان را سیر کردند. گیاه ها و خاک های نادر را پیدا کرده قید میکنند و در زیر نظارت میگیرند. عالم اگر به نام خودش قید کند، تنها خودش گرفته میتواند، میسنجد و استحصال کرده میتواند. باز به بالای این پول هم کار میکند. لیکن دست رساندن تو به این رستنی ها قطعاً من کرده شده است پسرم، چون که هر شخصی عادی به این حق ندارد. این طور نمی شود. پسرم، چی ها شده ایستاده است؟ کاش که میدانستی. شما آن گیاه ها را چطور به دست آوردید؟ من انادالویم. در نزد من یگان قوه ایستاده نمیتواند. ما باشیم فرزندان انادالو می باشیم، یگان چارهش را پیدا میکنیم. البته. شامی دیروز چه خیل بود؟ خوب بود. یوسف کمتر نقل کن، بسیار خبوتیرم. دیدی که زن شونده ای پدرت آسیا است، به حیرت افتادی؟ البته به حیرت افتادم، لیکن این شخص فهمی قزوزاده است. مرا چطور به حیرت گرفتار کردن را خوب میداند. تو آنقدر خرسند نمی نمایی یوسف. برای پدرم خرسند شدن، خرسند می نمود. مگر این مهم نیست؟ بیا کنن. یوسف در باره شام دیروز نقل دارد، ولی مثل هر وقت با دشواری سخن میروند. آخر تا حال حیران است. آسان نیست در این سن و سال مادری اوگای را میبیند. شام خیلی زیبا گذشته است. یعنی همین طور تا اندازه زیبا گذشت. تو در باره همسری آینده پدرت چی فکر داری؟ برای من یگان مشکلی نیست. آسیا جفتی مناسبی پدرم می شود. ولی به فکرم تو از این حالت آنقدر خرسند نیستی، ها؟ این رو از کجا برآوردی؟ دیروز نیز طبعت خیره بود. همین طور با من خرسند شدن گفته بودی؟ تو دمی که پدرم خرسند است، من هم خرسند می باشم. جناب مته ایمر آمد. در کجاست؟ جنابی حقی به اوشانه بالا برآورد و خواهش کرد که به شما خبر رسانم. فهمو. جنابی فهمی نیست؟ نیست. این چنین
برای با جناب فهمی واخوردن باید پیشکی رخصت بگیری. مته، این زیارت ناگهانیت رو چطور قبول کنم؟ از بس که بیخبر آمدم همه‌تان به حیرت افتادید. باور کنید که من هم وقتهای آخر از شنیده هایم به حیرت افتادم. از این برمی آید که برای گفتن خبرهای نو اومده اید. مرحمت این طرف گذارید. اگر شما نمی بودید جناب حق مرا در پا پیشواز گرفته باز همین تاب گسیل میکرد جناب کنن. ما نو با هم کاری شروع کردیم، لیکن من جناب حق را سالهای زیاد میشناسم. سالهای زیاد است که هیچ تغییر نیافته ای. شما چی نمود همکاری دارید کنن؟ جناب مته مرا با یک مبلغ گذاری روز شناس کرد. یک جای فایده های زیاد به دست آوردیم. کسی با من است فایده به دست می آورد. یا اینکه کاری نو رو تکلیف میکنید؟ این دفعه تکلیف میکنم. به خاطر دوستی همان یک طلبی دارم. با شما چی خدمت کنیم؟ یکی را کافت و کو دارم. شنیدم که شما با او همکاری کرده اید. او کی بوده است؟ آسیا تو نه. برای چه او رو جستجو داری؟ میخوام با او کار کنم، البته اگر مشکلی نداشته باشد. اگر برای این چیز آمده باشی به تو یگون نمودیاری داده نمیتوانم. رو خودت تو را پیدا کن. با او به تماس برآمدن دشوار بودنش رو شنیده بودم. از این برمیآید که این درست است. میلش من خودم حل میکنم. لطفاً سلامم را به جناب فهمی رسانید. گوش میکنم یوسف. کمی پیشتر مته ایمر در اینجا بود. چی میخواسته است؟ برای کار با آسیا واخوردن میخواسته است. از ما برای به تماس برآمدن یاری طلب کرد. این آدم باز نغمه دارد. با پدرم مناسبتتان رو میدانسته است. وگرنه به اینجا آمدن حتی جسارت نمیکرد. فهمی در آنجا بود؟ نبود. لیکن میته با بهانه دیگر باز می آید. من این مسئله رو حل میکنم.
چی شد؟ مته ایمار مرا با بلا دچار میکند. چاره‌اش رو بینیم؟ خودم حال میکنم. با من جایش رو معین کن. محسن رو پرسیم که این سراغه در حقیقت درست است یا نه آقا؟ لازم نه. محسن رمزها را شکسته این سراغه را برای خودش پیدا کرده است. و یک بینای خرابه از حد زیاد مصرف کرده. آقا در پایان چیزی هست که در حرکت می باشد. ایزشان را پیدا کردیم. رفتیم. آری تخمین کرده بودم. حالا خنک نشده است، گرم است. با آسانی خلاص شدیم. مجبور بودم که تیز حرکت کنم. من بعد پیش از چنین سورپریز ها ما را آگاه کن گلگه. چنین سورپریز ها را دوست می‌دارم.
بمب. آکا تینجی؟ مته چی در داشته است؟ خانم آسیا را پرسان شد. با او کار کردن میخواسته است. مته را خوب میدانیم. بعد یوسف و کنان حالا به آسیا نزدیک شدن میخواهد. اما مقصدش بر رشته عائله‌مان خودش را بستن است. جناب، فکر میکنم که این حالت را با خانم آسیا مصلحت کنید خوبتر میشود. لازم نیست اخی. آسیا زنی با عقل میباشد و نیت مته را درک میکند. در واقع عذرا در شرکت است. اگر در شرکت باشد به نزدم بیاید. خوب شده است. با اجازتتان. بسیار گرم است. اینجا یگان تریزه دیگر ندارد. شاید که هوا دارد. خیریت که آمدید. در جایم ایستاده نمیتوانم. راسکول به تو کار ندارد. چرا آمدی؟ شاید راسکول به من کار ندارد، اما من به او کار دارم. مشکلی من رو مردانه حل میکنیم. راسکول خواهشت را رد نمی کند، ولی استخوانت را می شکند. بیایید، انتظارم. او رو از زمین بردار. زحمت نکشید، من خودم ملکه خیستم. نقص نظر به دخترها خوبتر جنگ کرده ایستاده. بیایید بیایید بیایید. ای سگی زرد، نام من حسنوی دیوانه است. او را از زمین بردار دیمیتری. بیا عذرا. مرا دعوت کرده اید؟ بیا، مرحمت بشین.
از تو خواهش میکنم که یک مسئله را از نظر گذرانی. بفرمایید جناب. میخوام که برای من یک شرطنامه خانه‌دارشوی تیار کنی و همچون حقوق شناس من شرطنامه را به نزد خانم آسیا بری. نمیخوام که به کار شما دخالت کنم، لیکن این رو از خودتون فهمت خوبتر نمیشود. خانم آسیا این را خوش قبول میکند و به این شبهه هم ندارم. برای همین از تو تیار نمودن شرطنامه استاندارد و به نزد خانم آسیا بردن را خواهش میکنم. باوری دارم که این کار را به یگان نقصان حل کرده میتوانی. هرچی شما مناسب دونید جناب. من زود تیار میکنم. لطفاً. خوش آمدی. سلام، شما رو زیاد انتظار نکردم. من هم حاضر آمدم. مرحمت بشین. خوش آمدید. خوراک لازم نیست، تنها قهوه بیارید. تشکر که این شام برای من وقت جدا کردید. با تلفن بسیار مهم است که گفتی، خواطر شدم. جناب فهمی گفتن که هر چیز زودتر امضا شود همانقدر خوب می شود. من باید به چی امضا گذارم؟ شرطنامه اویله دارشوی. میدونم که این رو انتظار نبودید. اگر خواهید می توانید ماده ها رو از نظر گذرانید. اگر سوال پیدا شود من جواب می دهم. قلم داری؟ قلم؟ البته دارم. در کجاها باید امضا گذارم؟ در 2 صحیفه نام شما است، در زیرشان امضا گذارید. یک بار نمیخونید؟ لازم نیست. من به فهمی باور میکنم. گمان نمیکردم که اینقدر آسان میشود. جای حیران شوی نیست. اعضای چنین عائله بزرگ شدن شرطهای خود را دارد. امیدوارم وقتی که با یوسف خانه دار میشوی همین کار را میکنی و این روز به یادت می آید. ببخش. گوش میکنم اوزی. فهمم. اگر با من دیگر کار نداشته باشی باید روم. نه تشکری زیاد. تو بازدید. سلامت باشید. امیدوارم که کمی بهتر شدید. سال هاست که راسکال چنین ضربه سخت نخورده بود. از التفاتتان خیلی منت دارم. ایران رو هم آوردند. راسکال ایران نمی نوشد. ایران خیلی شفا بخش است. مرحمت نوشید، وگرنه من میرنجم. بد نه. باوری دارم که مشکلیمان عادلانه حل شد. مسئله پر حل خود را یافت. با اجازتتان من به کار خود برمیگردم. به شما روزی خوش تمنا دارم.
جناب کنن، معلومات استیصالی طیاره بی سرنشین آماده است. از بس که مهم است گفته بودید، من شخصا خودم آوردم. تشکری زیاد. بشینید کمی صحبت میکنیم. با شما یک سوال دارم. بفرمایید. با بابایم وهاب قزوزاده میدونم که خیلی نزدیک بودید. حتی بعضا سرهایش رو بیشتر به شما میگفته است. برای همین به یک سوالم جواب دهید. بابایم مرا دوست میداشت؟ این چی سخن است جناب کنن؟ بابایتان جناب یوسف و شما را از همه چیز بالاتر میدانستند. ولی معلوم است که یوسف را بیشتر دوست می‌داشته است. نمیدانم که این گپ را از کجا گرفتید، ولی این فکرتان کاملا خطاست. اگر این طور می بود نام خودش را به شما نمیگذاشت. کنن وهاب قزوزاده. شاید که حق باشید. به شما یک سر را گشایم. به فکرم در این عائله به وهاب قزوزاده بیشتر شما مانندید. مثلا عیناً مثل بابایتان بسیار یکرو و جدی هستید. بعضا به شما می نگرم و گویا وهاب قزوزاده را می بینم. اگر این را همچون سیر نگاه ندارم به سرتان بلای عظیم می آید. میدانید؟ شما سیر را خوب نگاه داشته می توانید. عیناً مثل بابایتان. لبای فهمیدم. برای من موافق است. کمی پس به راه میبرایم. می روید؟ بله، یک کاری مهم دارم. با اجازتتان من میگویم که ماشینتان را آماده کنند. خواطر نشوید. من بعد من و شما همروزیم. رستگان به حیات برگشت. پست انتظار است. میرویم. خوب هستی رستگان؟ اینها کیستند؟ تو اینجا بیمون، من حاضر میفهمم.
یعنی تو را قبلا آگاه کرده بودم. در استانبول یک روز کفایه است. دوستم تو در کجایی؟ من اندری. روبا راسکال را با من برگردان. خب او را با تو برمیگردانم. بگو که در کجایی؟ در آفیس پیشینه پلادلیم دار تو را انتظارم. همه آماده باشد. حالا که شده شوی اینجا را جشن میگیریم. اگر اجازت باشد از این بعد من شما را همراهی میکنم. میتوانی برگردی. لازم شود به تو زنگ میزنم. خوب شده جناب. کینان قزوزاده، خوش آمدید. خوش باشید. پایگاه ما را در استانبول چه خیل میبینید؟ فانتاستیک. خلاص در مجموع همین فانتاستیک. عیناً مثل فینیکس. خاطر نشوید. استحصال آنها قریب که به آخر میرسد. اما من برای این گمان کردم با یوسف میخورید. در این باره یگان نگرانی ندارم. من خواستم مخصوص با شما بخورم، چون که کینان قزوزاده مشکلی های نازک را حل میکند. من هم مشکلی هایم را حل کردن میخواهم. بابایم وهاب قزوزاده در حل عادی ترین مشکلات خرد را به کار میبرد. میگفت که اگر پاره ها را جمع کنی در مجموع مشکلات حل میشود. شما چطور پاره ها را جمع کرده مشکلیتان را حل میکنید؟ شما میدانید که من فینیکس هایم را در کجا استفاده میبرم. در این شبهه ندارم. من هم میگویم که بیایید در این کار شریک باشیم. پیشنهادتان مرا خرسند کرد.
من هم بسیار میخوام که با شما در همکاری دائمی باشم. دیدید ما الکی پاره ها را جمع میکنیم. من این مکان را بسیار دوست می‌دارم. مکان پولادلیم دار را. اکنون پولادلیم دار نیست. من هستم. نباشد. با دوستان و آدمانت ودا کن. راسکولنا سلاح‌هایتان را فرارید.
فکر میکنم مرا میجوید. فکر میکنم تو هم مرا انتظار بودی. تو مرا هیچ پسر نکردی زینب. کاش با من دشمنی نه و دوستی میکردی. تو خودت مرا مجبور میکنی که سلاح را سوی تو دارم. پسرت هم مثل خودت از روی دانسته‌اش کار میکند. برادرا، این کمک جناب مته را هیچ فراموش نمی کنم. انسان در حیات باید دوستانش را درست انتخاب کند. آید زینب باید بعضی چیزها را گویم. با این کارت مناسبتمان را باز هم بدتر میکنی. من میخواهم تو زنده مانی و با من کار کنی. با تو اصلا در یک جا کار نمی کنم. در این صورت تو با من تماما در کار نیستی. یعنی از پس خود آدم آوردی، ولی من بعد تو را از دست من کسی گرفته نمیتواند. خوب هستی؟ شدم که آمدی. تو در بیرون انتظار شو. با تو گپ زدنی بودم پولاد. من با تو یگان گفتنی ندارم. درباره شما همه‌اش رو میدانم. زینب را، یوسف را، همه‌اش رو میدانم. تو همیشه از پس آموختن چیزی بودی. گمان کردی که این تو را زنده نگاه می‌دارد، اما خطا کردی. برعکس تو خطا کردی.
این معلومات مرا مثل جوشن حمایه می کند. مرا کشته نمی توانی. من غم خود را خوردم. اگر مرا کشی همه سرهایت فاش می شود. من از کسی چیزی را پنهان نمی کنم. در گذشته که به وطن خدمت کرده بودی به تو امکان می دهم که با شرف بمیری. اصلا تو را باید به دار می کشیدیم، ولی گیر کار خودت را خودت تمام کن. پسر پران. مردی و جوان مرد نشدی میته. گه نولم مکد روی آهنگ فیروزی نموزلی درد که نقل میکد با درونی پر درد پر علم غمی را که مبرود با بیرون شانم سی. بدارم ای یاری جانی، دوستت بدارم ای یاری جانی. تو بکای از من تو گریزانی، باره بگو کی با من میمانی، باره بگو کی با من میمانی. تو میدانی جدای از غم تو دل به ما، به تو تنهایم تو نمیدانی، حرف دلم رو تو نمیخوانی، درد دلم رو تو نمیدانی. تو نرفتی یاد خطی ما میخواستم رفتن تا ما فکر کردم که جدایی هر مونده خوبه. ما گفتم براترم رفتی رنگی اوی چشمو نکی نرم بوی مو مهری تو مزه لبات. ما بعدی رفتن تو فهمیدم بهت نمیشه، بهت دیگه کس نخم خطی ما میمونه همیشه. تو تانی برگرد نتانی یادگی تانیستنه، تو بدان احوال ما میمرم تا دانستن تو نخواد خواهی شنیدن خبری مرگی ماره. برای امینم و شنوم خبری توی تا و خیانتت کردم خیالم به تو میتونم نکی یکی تانستم تو خبر داشتم باری غمم. عشق تو در دل میری تو در جان، تو بیا آخر عشقم مریزان. من به تو دلگیرم از دورید میمیرم، دل از تو نگیرم نگیرم. درد دلم را تو نمیدانی، دوستت بدارم ای یاری جانی. تو بکای از من تو گره
گر تو نباشی خار و خزانم آتش مزن تو دیگر به جانم رحم کن به حالم تنها مگذارم من به تو بیمارم ای نگارم درد دلم را تو نمیدانی دوستت میدارم ای یاری جانی تو بکی از من تو گریزانی باره بگو کی با من میمانی باره بگو کی با من میمانی Я была примерно здесь, в восточной части. Но это 80 километров? от места, где мы нашли мальчика. Эй, стой, 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 стой! Ты знаешь, где твои родители? Родственники? Думаю, он был на пикнике или в походе, отбился от группы и заблудился. Он жил один, в диком лесу. У вас немного общего. Сколько он там пробыл? 6 лет. Как мог ребенок прожить 6 лет в лесу? Да еще один. Не один. У меня есть Эллиот. А кто это? Я должен вернуться к нему. Эллиоту без меня страшно. Значит, Эллиот человек? Нет, похож на дракона. А это что? Вот, это дракон. Не надо больше убегать, Пит. Оставайся с нами. Зверь очень опасен. Я не хочу расставаться, но люди придут за тобой. А как же Эллиот? Ты даже не представляешь, что он может учинить. Поохотимся. Эллиот, лети! Ты храбрый мальчик. Слышишь меня? По-моему, ты самый храбрый мальчик на свете. Дисней представляет Пит и его дракон. Всем постам! Мы к востоку от Милхейвен на шоссе преследуем... Дракона! Это дракон! Нельзя говорить дракон в эфире. В кино с 11 августа. بعد از انتظاری‌های بی‌پایان عاشقان ترانه‌های آوازخوانان محبوب کشور طالب عبدالله و جعفر جلال مادر از دنیا بیرفت و من گدای برای هواداران ایجادیاتشان گلچین ترانه‌های عاشقانه و وطن پرستانه با نام فرزند نور را تقدیم می‌نمایند. شما می‌توانید روزهای نزدیک از تمام نقطه‌های فیتافروشی دسترس نمایید. مؤسسه تعلیمی TM اینترنشنال داوطلبان را برای تحصیل در سال خوانش 2016-2017 با دانشگاه‌های پیشرفته جهان با مانند آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان، پولشا، مالایزیا، قبرس شمالی و دیگر کشورها دعوت می‌نماید. با دانشجویان تخفیف‌های مخصوص از 30 تا 100% پیشنهاد کرده می‌شوند. مؤسسه TM اینترنشنال همچنین بهره بلند برداشتن ملکه زباندانی، آموزش وسیع زبان‌های خارجی را از جانب آموزگاران پرتجربه خارجی و وطنی براه مانده است و خواهشمندان می‌توانند زبان‌های انگلیسی، خطایی و روسی را در مدت کوتاه از خود نموده صاحب سرتیفیکات گردند. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه نصرت الله مخصوم 156، بینای تاج، آشیانه 3. رقم‌ها برای تماس 232 42 33 98 522 49 89.